خرابکاری‌های سیل در وارخ. کارمند ناظرات انداز شهر اسفره ولایت سوغد هنگام فسادکاری بازداشت شد. جسد یک دختری خودکشی کرده در لیوکند بعد یک هفته پیدا شد. دسته کیک باکسینگ واکوی تاجیکستان به مسابقه بین المللی ازبکستان اوپن راه خط گرفت. مجرای سیلی که شام روز 26 ایون پس از بارشات شدید فرامد به دهه خوشاباد جماعتی وارخ شهر اسفره ضررهای زیادی رسانیده است. طوری که کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری خبر می‌دهد سیل به 51 خانه استقامتی ساکنان محله وارد شده، 10 انشاءات یاری رسان ضرر دیده و یک چاروای کلان به هلاکت رسیده است. همچنین حدود 3 کیلومتر راه داخلی محله کارناشای هم شده است. دیروز 28 ایون کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که هیچ کسی از اهالی محلی از این آفت آسیب ندیده است. کارمند ناظرات اندازی شهر اسفره ولایت سوغد از جانب کارمندان اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان به گمان دست داشتن در قلابی بازداشت شده است. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی ریاست مبارزه با فساد، این جنایت از سوی شهروند بهادروف صفاخوجه برهانخوجایویچ، سرمتخصص شعبه خدمت رسانی به انداز سپارندگان که از روی پتنت ناظرات انداز شهر اسفره بود صادر کرده است. ضمناً ذکر می شود که کارمند انداز با استفاده از باوری خود از یک شهروند برای پنهان کردن قانون شکنی 5000 سامانی طلب کرده هنگام گرفتن آن از جانب کارمندان اگنتی دستگیر کرده شده است. نسبت صفاخوجه بهادروف با ماده 247 قلابی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیده بعد تفتیش داخلدار به سود ارسال شده است. جسد یک دختر 19 ساله کوچه باربد شهر لیوکند که روز 21 ایون سال روان گم شده بود در موضع پیکت سیسه کانال استالین پیدا شده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده کشور، این دختر با سبب‌های نامعلوم اشیاءهای خود از جمله شناسنامه، رویمال و پای افزالش را در کانال استالین مانده خود را به آب کانال سرازیر کرده است. در جریان جستجوها بعد بالای آب برآمدن جسد او را مشاهده کردند. گفته می شود که سبب این عمل معلوم نبوده. مقامات حفظ حقوق حادثه را تحقیق کرده ایستاده‌اند. دسته کیک باکسینگ واکوی تاجیکستان و مسابقه بین المللی ازبکستان اوپن که در تاشکند برگزار می شود راه یافت. دسته در گروه بندی وزنها و نمودهای گوناگون برآمد می کند. قبلا تیم کیک باکسینگ واکوی در استانبول در جام جهانی هنرنمایی کرده بود. به هیئت دسته 20 ورزشکار، 3 مربی و رهبریت فدراسیون شاملند. نتیجه بازی در استانبول 11 مدال طلا، 4 نقره و 10 برنجی بود که در بین 68 دسته نمایندگی 43 کشور با این نشانداد مقام ششم نصیب دسته کیک باکسینگ واکوی تاجیکستان شد. ورزشکاران تاجیک در 3 سال اخیر با سبب‌های معین عملاً در مسابقات بزرگ بین المللی شرکت نداشتند که بر ریتینگ بین المللی آنها تأثیر منفی رسانیده است. در استانبول به دسته میسر شد که ریتینگ خود را به سطح بلندتر برآورد. این بود شرح خبرها تا آینده. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تلویزیونی ماهواره پیام پیگیری کنید.